یا ظهور از مراسم عزاداری به مناسبت گرامی داشت از دهم محرم الحرام در فضای امن در روضه منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ تجلیل شد. هزاران تن از شیعیان جهت گرامی داشت از مراسم عاشورا در روضه منسوب به حضرت علی در مزار شریف گرد هم آمده و در ازای شهادت امام حسین به سینه‌زنی و قمه‌زنی پرداختند. در این مراسم گرامی داشت از دهم عاشورا در مزار شریف سرپرست ولایت بلخ اسحاق سروری نیز اشتراک داشت. آقای سروری منبع همه مذاهب اسلامی را شریعت خوانده و به اتحاد اقوام در کشور تاکید کرد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ نیز در این مراسم حضور داشت. آقای حدید گفت که امام حسین در راستای آزادی انسان جام شهادت نوش کرد. وی گفت که افغانها نیز راه وی را تعقیب نموده و در راستای آزادی و آبادانی کشور تلاش ورزند. با وجود تهدیدات امنیتی در بلخ مراسم دهم محرم یا عاشورا در فضای کاملا امن تجلیل شد. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.